سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ سلامتین؟ آقا میخوایم بریم ویدیو آموزشی ضبط کنیم براتون از ماشین سواری. خب حالا پرام براتون ماجراشو تعریف کنه. خیابون خلوت، ساعت 11:30 تقریبا. خب بریم دیگه. باز کن اوبی. سلام کن به بچه ها. خب بچه ها پرهام میخواد بهتون یاد بده که چجوری ماشین سواری کنید. بریم تو ماشین چجوری بگا بریم. آموزششو در خونه انجام بعد حسن میریم پکیج بخریم. در خونه انجام بدیم. ما اینا رو باز میکنیم. خب بچه قراره بگا بریم. قطعا قراره. روشتو چی هم الان مادر من سانسور کنم ویدیو. برو دیگه شلوغ نی که حاجی. تو رو خودمون تا سوارا رو خیلی مواظب باشم. پشمام آروم آروم. نه حاجی بلدی، خوشم اومد حاجی. بعد کونی دور بزنیم اینجا دور بزنیم. تو کوچه نمیریم؟ کاسه افتاده بکنم مرا تو بازم بالا رفته مصرف کوکو علف و مفت به سمت کمان داره میگرد. الا یا موزیک بذار. ازت من نیاوردی؟ از نگم پنجره اومدم بالا گوشی هستم. باش پرایدی سوپرا که نیستی. آره گاز دادم فشار دادم. من باید فلنشر بزنم. همین بود دورت؟ برو سمنان برو سمنان کنده. برو سمنان. یه دور دیگه حاجی یه دور دیگه حاجی یه دور دیگه. بابا حداقل تایم ویدیومو پر کن. مثلا تو خیلی Stop it. Get some help. راننده خوبی هست. نه برو یه موقع تازه ماشین. آره همون جوری که مثلا ما چیز میکردیم با موتور انجام میدادیم. یادته؟ سبقت میگردیم. یه بوق بزن برم. بوقت خراب. بچه ها شیشه کثیفه دی، دست ما نیست. بارون اومده شیشه کثیف. میبینی چه آدمی. ولی ترمزای ماشینتون خوبه از این جهت. آره ترمزای ماشین اوکی. تو گاز که نمید دنده بدی. خب برو دیگه ماشین پارک کن دیگه. تایم بدیم هم دیگه پرش پا نشده ولی باز اوکی هایی. بریم کنو کسکشم.
من دیگه ماشین پارک کنیم. بچه خب پرهام هم بهتون آموزش داد توجه کم مالی دیگه ایره دنده اقا برو آموزش‌های پرهامو لطفاً حفظ کنید. آره داشت بری کلا خب واقعا نشونی فرم داره میرزه واقعا؟ آره خشم بوده دمپایی باته؟ آره دمپایی باته اشکال نداره داشت سوار موتور ما هم میشیم آخر سر من همچنین تگاز میده ولی آجا موتور خطری تر از ماشین خدا وکیل اینو به باور داشت ولی اویدینگ به ماشین از این شدیم آره این داشتی میخواه اجا که من خود زدیم رفت شروع نکرده ماما زدم بعد حاجی کاشی هستیم سمی هستیم بالا خب میتونی بری؟ نه حاجی میشه میدونم فعالیت خوبی نداشتم یه سری دلایل بوده که شخصه بذار واقعیت رو بچه بگم شخصی بوده حالا نمیشه گفت ولی فردا هم یه ویدیو جدید ضبط میکنیم 3 نفره ویدیو فانه قشنگه اینم از این ویدیو بود دیگه تا ویدیو بعدی